خب درود و سلام و احترامات مردم عزیز، برادرها، هموطنها و جبردیده ها. واقعا 10 سال می شود در میدان سر صدا میکنیم. انا 10 سال می شود از همون بگیم که کمبودی ها حرف میزنیم. و سالها میگیم که تاجیکستان دیگه از یک نام کشور بیرون شدگی هست. امروز دیگر تاجیکستان همچون یک کشور گفته نمیتونیم. تاجیکستان دیگر زیر یک خطر موندگی هست میگیم سالها و مردم شما گوش کردن نمیخواهین یا که نمیدونم میترسین. دیگر خو اختیار دارین. میبینین پادپیسکا ندارین. 10 سال یک انسان جان خود در خطر میمونه. از کمبودی شما حرف میزنه، از کمبودی وطن حرف میزنه که اون احوالی که شما قرار دارین و شما باشه از گبزن میگریزین. حالی که جبرکن او طرف است. از گبزن گرفته جبرکن پیشوای معظم ما گفته در پیشش میرقصیم. باز سیلزنی سر شد در تاجیکستان. باز خطر قشلاق ها، خطر بگیم که دیه ها و خطر شهرها و دیگر در لب آب بدگی منطقه ها باز خطرش بگیم که سر شد. دیگر باز مردم دودوایش در آسمان، باز لبه ها میبرویه، خانه ها چپشیدگی، باز بالای چپشیدگی ها باز ظلم میویه. خب کنین، آواز نبرورین، سیومکه نکنین، نشون ندین. ایخ همش خواست خدا هست. بگیم که خدا میخواست که تاجیک هم خیلی عذاب بکشه از نچید چی ما خدا زوریم. بگیم که چی میکنیم انا خیشی بلا را میگیریم. این آفت هست، این طبیعت هست. این دیگه همش خواستی خدا بد. بنا ملا فلشوی ها ببرو این امر معروف کنی. فن کنی نکی مردم فن کنی نه اینو می خدا. های ملت ساده تاجیک می، های ملت ساده تاجیک می. امام علی رحمان مردم ها نصیحت میکنه که حاج رفته چکار میکنین؟ یک جورا آباد کنین. یک جورا شلح و شبات من کردم برای شما. شلح و شبات کردم. شما چکار میکنین؟ شما آباد کنین. دیگر حاج رفته چو میکنین؟ من شلح کردم، شبات کردم. خلاص بگن که امروز تاجیکستان باز خانه ها ماتم ها سر شدن. باز هم بگیم که باز هم کوچمانی مردم آمد بهار سر شد. دیگر نمیدونیم اگر بعد چی میشه. امام علی رحمان یک سوال دارم. وقتی مردم تکلیف میکنه که مردم چیکار میکنن، حج رفته مردم چیکار میکنن، یک جا رفته مردم باید در شلح و شباتی که تو کردگی هستی باید مردم آباد کنه. دوامش هم خیلی است. خودت سمالیات برای چی خریدی در حالتی که کشور تو پرزیدنتی کشور هستی؟ وقتی کشور در خطر قرار داره برای چی تو سمالیات خریدی؟ برای همین
یک معنیداد میکردی برای ما یک معنیداد میکردی امیره چه خیلی سمالیات خریدی در حالتی که این کشور یک حالت اورینی قرار داره. ما واقعی 10 سال میشوه که سر صدا میکنیم و ما اونجا میدونیم خلق تاجیکستان که همون منطقه ها یعنی اینجاش که پرشید آویس میروه اینجا پرشید آویس میروه یا آوا تازه کردن در کار دمشه که آب بروه یا اینکه بگیم دنبه زدن در کار که دیگر طرف روی کردن در کار آوا یعنی که باید ما پیش خطری بگیم ایره بگیریم آخی. اما متاسفانه امام علی رحمان یکین بالای رسخود نمیکنه یکین رسخود نمیکنه و این نوارها هم هست که مردم کلاب خودشون گفته بودن که ما هر سال خدامون پول جمع کرده از خلق بگیم که همون منطقه ها را تازه میکردیم. متاسفانه امسال پول جمع کردیم دادیم رئیس ده رئیس امسال پول از زد تازه نکرد برای همون کلاب آب زد حتی که این نوار هست در همه یوتیوب ما اون روز در کجای دیده بودم همین نوار هست اون کلاب آب زدن ده مردم عیناً همین گپ میگه که ما جمع کردیم دادیم حتی که مردم برای همون تازه کردنی که وطن زمین شاو نزنن با برای جماعت پول جمع میکنن میتونن که تو که جماعت او را تازه کنه یعنی شما حتی که پول مردم خورده و بگیم که برای مردم تازه نکردین یعنی مال مردم تازه نکردین خوردین مال شو زمین تازه نکردین. بعد ما چیکار میکنیم دو وای میگیم که ها بگی که اوزار بعد ناو چور تا گفت که همو گپو بانو میشون ملو که پوشیدگی هستن جلا کچی را شیطان ها در نقاب دین بعد مدروین از نام خدا مردم میگن که آفت طبیعت است ما را چیکار میکنیم. در دنیا یک کشوری هست که نامی او تاجیکستان است باران بباره سیل میزنه او کشور میفهمید یگان حالت نیست که یگان جا ویران شوه یگان سلوچای نشوه یگان اینه میشون نه کشورها دا میشوه بعضی جا کنده میشوه از وزمینی از همون چیزه شاید 10 ساله ها دا 15 ساله ها دا بگیم که یه بار اونجا را یگان جوش سیل بزنه نه که سال نیست که تاجیکستان سیل نزنه این قرق بارون ده تاجیکستان سیل میزنه میره و حالی کجور است او بارونی که در اروپا اینمی روزا شب و روز بارون میباره شب و روز بارون است یعنی که بوی خیلی کم غم نمیباره به درجه میباره که اگر این بارون بباره در تاجیکستان من فکر کنم تاجیکستان کلگیش زیر آب میمونه میره کلگی تاجیکستان زیر آب میمونه میره او سال پایتخت آب زده بود این سال هم آب میزنه پایتخت ولی با قشلاقو اول پیشتر قشلاقو بود حاضر باشه پایتخت را آب زده استودن رئیسی بگیم آب گرم کنی مردم هم میگه که توربوتون تازه کنه که لایوه میاد بعد توربوتون پر میشه و بعد دیگر برای همون سبب ها شما را تو اتپلینتون همون گرم دیهی نیمش گرم میکنن نیمش گرم نمیکنن برای که او جلوی پرشیدگی میگن او بطره اودا یکی کلودس های تاجیکستان پرشیده رفتگی است اما آبکشی و او سال همون لایه اومده پر کرده بود کشاده یک تای شما دیده باشین نشان بتین برای ما نوار شپرتو این که کلودس کشاده آدم ها تازه کردستن بگیم این اینجا هر سال از این کلودس تروس دارن میدوزن سرش ده خیلی سیم داره خیلی غوچ کردگی سیم است تروس هم میدوزن از اون طرف و تروسا بگیم که چیکار میکنن میکشن جمع میکنن میبرن میبرورن ای درونی کلودس لای میمونه خاک میمونه برگ میمونه چیزی که بمونه او را تازه میکنن میکشن میگیرن که از این سال آب بیاید دیگه آب شرس برود خیلی جمع نشود 32 سال شد کلودس تاجیکستان تازه کردگی نیست یک بار دروناشون تازه کردگی نیستن اما آب میرفتگی جا
همه جوش قریب پر شیده موندگی است. همه جوش پر شیده موندگی است. 32 سال می شود باید در اون مبلغ جدا کرده شود، آدم ها جدا کرده شود، تکنیک گرفته شود و تکنولوژی زمانوی قطعی بگیم که درون شهر ولی قشلاق شهر طرف میمونیم، درون شهر باید توزه کنه. سال مامان وادی تاجیستان رو بینید، اونو تاجیستان با پیش کنی با پیشش تاجیکستان 1 متر کلا دستوزه کدگی نیستن. و همون 4 دامی که کدام بیزنسمن اومد در همونجا ساخت یا نمیدونم، اما اهل اولادای تو بیزنس های اهل اولاد دای او دیگر رو چی میشه و زمین کسی پروا نداره. او با پیش تاجیستان چیکار میکنی با پیش؟ او تاجیستان امروز پگه وینیتسیا میشه. وینیتسیا دیگه در درون او مردم بگیم زندگی میکنن. ما همون وینیتسیا را دایره کرده ایستادیم در بین کوه. امروز بین کوه دا او میشه و مردم در درون او زندگی میکنن دیگه. لطکه خطی میکردن دیگه، ماشین هم با فکرم در کار نمیشه و در او کشور. امروز میبینیم واقعا هم باز هم قشلاقا را آب زده ایستاده است، باز هم مردم ماتم داره. باز هم بگیم خیلی 10 سال شید این گپا گفته ایستادیم. 10 سال میشه و او مردمی عزیز دنبه زدن در کار است او، توزه کردن در کار است او را. ما از بس که یک کشور کوهستانی هستیم، ما در خواهی نخواهی بارشات داریم، خیلی آوا جمع شده بسیار میآید، آوتیت نمیشه. ما باید روهای او را همش همین 70 سال SSSR رو زدگی نیست تاجیکستان، سیل زدگی نیست یکم بار، در 70 سال سیل زدگی نیست. او بارشاتی که در سیوز می بود، او برفایی که می بود، کدامید که همون سال زمان انسانش باشن یاد دارین او را. قشلاقای ما دا از میان مردکا برف میزد، بابای ما تا آقلخانه رفتن رحمک شدن. قشلاق دا واسه دم خیل برف میزد، ایزانو بالا برف میزد، آب می اومد همون سرخو دکو صدا میداد، صدای آب بود، واس کدگی واس کدگی صدای آب می اومد. یکی نه فرخور آب زدگی بود، نه مسکوفسکی آب زدگی بود، نه دیگر بگیم که بدگی قشلاقا و دیگر ده ها را زده بود، نه واسره نه کلوب. 70 سال او زدگی نیست، برای اینکه 70 سال تازه میشید، 70 سال دنبه زده میشید، 70 سال می آموختن او را که این همیجا خانه ها هست، این همیجا ضرر نبینن. 30 سالی که امام علی پرزیدنت شده است، هر سال او میزنن، هر سال او میزنن. مردگیش مرد، این 4 شیطان در نقاب دین بلای جان برآمدگی فقط ایره دیگه بگیم که در کلای خدا میزنن، ای بی خدا است، دیگر بنده گناهگار نیست، دیگه هر چی هست از خدا است. یا آفت 70 سال آفت طبیعی SSSR ده نبود ایجا، یا 70 سال SSSR رهبر بود، خداوند قلمش گم کرده بود برای نوشتن تقدیرها. امروز یافته که نوشته ایستاده است که شما را آو میزنه. نه، خداوند برای انسان عقل دادگی است. خداوند برای انسان عقل دادگی است. خداوند انسان از حیوان فرق میکردگیش همین عقلش است که ببین خطر را ببین. و انسان دنیای قدر تکنولوژی دیده است، او طرفش راه است، این طرفش هم خیلی زبور است راه است. هر یک پلسه ماشین راه دو طرف آهن گرفتگی است، به خطر انسان را تامین کردگی هستند. برای که آدم نگذره، گاو نگذره، یگان چی نگذره، نمی طرف میره، همین طرف این پلسه قطعی میره. طرف اومدی اونا پلسه قطعی میاد، یعنی که نه موبایل نه موبایل که شده شد، اون طرف هم رفته استودن ماشین. دیده است؟ برای جا رازورات وقت پاورات داره، برای هم که شدگی هستن که ببینو نه 300 متر 400 متر هم خیلی جای رازورات و پاورات هست. و ما میزنیم در کلای خدا
که میدانیم که خدا آواز نمیبره، خدا صدا نداره، خدا نمیاد بگه پدنالا در جانم زدیت. نمیدونم شما باور کنین برای خودتون یک خدای دیگه جور کردگی هستین، ولی پروردگاری که عالم ساختگی است این را در نظر نداره. شما کثافت یک خدا جور کردگی هستین برای خودتون، بار یا نمو کرده خوبه. یکی میگه پروردگار 18,000 عالم، نه پروردگار عالم خودتون نه، خدا پروردگار 18,000 عالم نیست. پروردگار 18,000 عالم خلق کرده، عقل دادگی است. این نمیورم عقل دادگی است. اگر نمیام توزه نکنن او میزنه میروه میورم. یکی اینا همین راش یافتگی هستند، همین کوفتگی هستند، ساختگی هستند. میفهمه؟ اول ما صورت همه مونم داری بولو نوارم چیشه سیلکش همه مونم دارم این کامنتاریش. ببینین حال مردم خودتون ببینین، من نه خودتون ببینین که مردم در کدام احوال قرار داره. خودتون ببینین و خودتون بگیم که قضاوت کنین از حال مردم. ما 100 بار گفته میگم امام علی در 100 میلیون دلار سمالیات میخره، این هم خدا دادایش میگه. این بچه مردک خدا دادای میگه، تو دیوونای گپ میزنی میگه خدا دادای. یک امام علی حق انمو ملت، حق او و حق دنبره در 100 میلیون دلار رفت سمالیات خرید. نبرش چرا میگه می قدر ماشین داره؟ میگه بیزنسمن ای مردک میگه، او تاش بیزنسمن ای، او چاش بیزنسمن ای، باباش پرزیدنت ای، خدا دادای مردک میگه. значит یارا خدا داده، باقی مانده تا خدا زده است. خلاص همین خیل یارا خدا داده است، شما را خدا زده است. اما قصه ای که چی شده ایستاده است، یک قصه است میگم تو، یک نقل، یک مرده که درمایت بده است. چه درمایت بده است؟ سخت درمایت، اصلا کار کنی نمیخواست است. بیچاره زنش بازار میبرامده است، کوچه میبرامده است، پول کار میکرده است، میآورده است، از این سوست خونه مردم توزه میکرده است، میآورده است. دوی ما میگفت است مرد گوخی همین خداوند میگه که همین یک کس بر وقتر بخیزه، خداوند برای رزق میده، خداوند برای دیگر یک بر وقتر بخیز مرد، یک خدا بگو، یک کوچه برو، رزق از جانب الله است. همین تا مردک است یک ناموس که مردک است یا ناموس که گفتند بعدی به ناموس هم در ناموس در آمده است. زنش در اسلوویا مونده است، گفته است که زنک کاستوم برو که نو میخریم، توفلی نو میخریم، لباس همین سالیت نی چوت که کرتوش قطعی میخریم. ما خدا خواه گفته است نمی سحر بر وقت میخیزم میبرم کوچه. زنک هم خواستن شده است که مردکش کوچه میبروید. بیچاره رفته است قرض قواله کرده است، لباسی نو خریده است، اومده است کاستوم بروک توفلی خریده آورده استش. بعد ساعت 4 سحر خیسته زنک خوب گفته است همین زنک یک خرسنگ کنم، همین روز بر وقت سحر قطعی کوچه ببرم، زنک بخیزه که من در خونه نیستم، خرسنگ شوه. گفته است لباس را پوشیده است، کوچه بر اومده است. کوچه بر اومده است، یاد از شکار اومده استن، از دزدی که جدایی چی نیست، رزق روزی نیست. میبینه که یک آدم لباس فسام قطعی رفته است، از دویده از اومدن قپیدن مردنی زده، لباسوش کشیدن گرفتن ایتناش. این تای ترسی گفتی همون گپا براد نه طرف خونه گرفته است. زنش ای خوب خیزه که مردک نیست، این دیگه زنک هم خرسان چیده است. این سحر مردک هم بر وقت خیز کوچه رفت، دیگه رزق روزی میشوه. گفته
که آدم در شرع کوی میشه و یک کسافت تا ترسی خولا میدروه زنش تلخه کم میشه یا بسم الله شیطانی اینی جینی میگه نه شیطان من نه اینو من نه جین میگه من شوتم میگه چیکو کرد میگه این سهر من دیرتر خیستم ایما بر وقت خیستگی و دمو بوده است خدا ایما گرفتی دمو دادش گفتی اما مردمی توجی که با خدا قسم ای نه نمه قلقه میکننده نه خدا ایما گرفته ای دا امام علی دادش خدا ایما گرفته ای امام علی دا دادش ها چی بگو خدا دادش مردکه خدا ایته گرفته او دا دادسته خدا تر زده ای دا دادسته وقتی تو کسافت حقیقت که طلب نکردی کنشته خدا ایته میگیره و دوام میتش هم قیشه بوار کنین همه مرده که همه کستون برود همه خلق توجی که ما خطی امام علی چود کسافتت بکنده یا بسم الله اینی جینی گفت از نه شده بود از چی کنیلی چی بود از خدا ایما گرفت ایما پیش خیستگی رو داد زنچت امام علی شما پیش خیستگی شما پرست دیر کدگی خدا شما گرفته دا امام علی دادشتایش تو بکم خدا استغفرالله خدا جان تو را بگیره شما را و خدا در تمام افندی و انیکدوت توغری میگیره هر باری همین نگاه میکنم من بسیار خیلی انیکدوت افندی زیاد میدونم ولی خیلیش فراموش کردگیم ولی به حد بسیار میدونم باید بیمانیش زیادی بدای نمیگم تو نه بگیم خیلی شیده است هموطنای عزیز یعنی که شما پرسته دیر خیستگین اینجا من نو فهمیدم که شما پرسته دیرتر خیستین امام علی بر وقت خیستگی برای هم خدا شما گرفته در امام علی دادسته تو بکن خدا خنده و واقعی هم بگیم جای علموار و جای درد هست که هموطنای عزیز ما ایرا درک نمیکنن که ما واقعا سال تا سال خطر سیل خطر بگیم آبزنی در تاجیکستان ما زیاد شده ایستاده زیاد ما سالها داد میگیم سالها میگیم ای مردم امام علی رحمان باید پول جدا کنه مبلغ جدا کنه ما ما درباره جمع‌آوری مبلغ از امام علی میشنویم امسال 4.8 3.8 15.13 درجه بودجه پایتخت یا بودجه کشور بالا رفت فلان سال 40 چند میلیارد چند تریلیارد چند قلیارد سومانی بود این سال بگیم که 58 تریلیارد 68 قلیارد سومانی شد گفته روز دروز هر سال درباره جمع‌آوری بودجه حرف میزنن اما باری هم حرف نمیزنن که این پول کجور از خود چیده ایستاده است برای تازه کردن دایره ها آب و جوی ها 13 سال از دهن رحمانوف شنیدین که رحمانوف گفته باشه که من برای تازه کردن سرخاب فلان پول جدا کردم برای دنبه زدن پیش قشلاق ها و غیر جای ها کندن فلان میلیارد سومون جدا شد برای یاقسو فلان میلیارد سومون جدا کردیم برای فلانی آب فلانی جای های خطرناک برای نی بگیم که وحدت دیگر جا را زد فلان جای را برای دنبه کردن تازه کردن فلان میلیارد سومانی جدا کردیم اصول یعنی که هم وحدت دیده بودین چند که آوزد چند که آدم ها مردن خانه را گرفتن رفت کوچه دا موندن مردم بردن یک پاموش کهنه را در اونجا ریختن لباس که او را خر دبته نمیپوشه تخم نمیکنه خر او را آوردن گفتن ما یاردم دادیستیم انا از نام شما از جهانیان میلیون دلار پول گرفتی مرا یاردم کنه که مرا آوزد این برای امام علی رحمان بسیار یک وقت است از نام خلق از بگیم از وقتی ملت او میزنه از مصیبت این ملت پول کار کردن امام علی دوزی ما داشته و او میزنه میخیزه میدوه پول بته ولی بای نه نوروزیش هم میگذرونه رقص بازیش بود میکنه ولی با خودش پول قرض گفته است ولی با این زدن با فکر نمیشه و امام علی داده ریسک با میبره با کوچه با میگه که یاردم به طالبان بگین جهانیو دا که ما را آوزد بگین جهانیو دا آوزد ما را یاردم کنن توزه کنیم ما را خونه کنن بتن باز بگیم که یه فکر نست برای گدایی کردن برای
پول طلبیدن از جهانیان بسیار یک چیزی خوب است. از نام اینمی چیزهایی که ما داریم از این چیزها بگیم، از همین مصیبت ها بگیم که چیکار میکنن، پول کار میکنن. این بسیار یک وگدنه هست، بسیار یک حالت بگیم خوب است شخصا برای درآمد کردن. اینجا بیشتیم تا صحبت کنیم. بسیار یک وگدنه، بسیار یک درآمد خوب، بسیار یک بگیم که هیچی کار نکرده تاجیک میبره امام علی پول کار میکنه، تاجیک آو میزنه امام علی پول کار میکنه، خلاص. ولی در همه جا اینا را سیومکش میکنن، هم درآمدش میگیرن. ما را آوزد در تمام کشورها، در تمام کشورها بگیم که روان میکنن این نوارا را روان میکنن. التماس این ما را آوزده ایستاده است، این خانه را بردیم، مردم در کوچه ماند، نمیدونم ما را یاردم کنید. میلیون دلارها جدا میشوند، خصوصا برای نمی پیشی نمی آفتها را گرفتن. اما امام علی میلیون را میزنه قطعی نبیرش، فیراریو را میخره نبیرش، کارفا را میخره نبیرش. دیده نوارا هوی میکنه می تنبچکه را 100 کلیت ماشین موندگی در اونجا، یک گودک در 100 کلیت ماشین موندگی، پچکه دلار رو در دنیا چمدان یک جیوانش هم خیلی چیندگی. ولی او تری جیوانو چند تا داره در خونه، چند جیوانو داره خیلی که پول چیندگی. میفهمی؟ بگی بچه، بگی دیگه، بگی کیف که موتم بگی بده مردم جان تو نه خلاص میکردگی. اینمی نابود کردن امام علی است. ببراین مردم، سیل برده است ایتون، غریبی دا مرده استین، روسیه دا گفتی هم گپا کشته است ایتون، نمیدونم در تاجیکستان زندان تو کده است. حق نداره نماز تو نبخونین، حق نداره ریش مونی، حق نمانی که زنت سطر کنه. یگان چیز حق نداری. بزرگ تا سوزونده استن اومده، علاو سر داده استن، سپیچل نمیکنه. در 70 سال SSSR یگان بزرگ در گرفتگی نیست. 70 سال بزرگ در نگرفته است. 70 سال سیل نزده است یگان جای تاجیکستان. میفهمی نمیره؟ سیل زدگی نیست، باران باریدگی نیست، بزرگ سوختگی نیست. 70 سال شدیدن برف و باران میزد و سالو. میفهمی نمیره؟ ما ندیده ایم یگان جوره که فلان جای تاجیکستان سیل زد بگن. نبدی چیزو بی خطری ملت تامین کرده میشید. 30 سال امام علی نمی دیگه تابستان بهار تیرمو تاجیکستان آو شوشته است. بهار تیرمو هم ده تا باران میبوره نیم شاو گرفت رفت، ده باران میبوره نیم شاو گرفت رفت. با میبروه خلق نگار میکنه، شما میگه دمی او خونه ساخته استین. و تاجیکستان دیگه جا نداره. تاجیکستان که هست پایان است. ای که او میوید دیگه خوی نخوی لبای جو در خونه بسوز اونجا دمی او میشود. اما او را به خطرش گرفتن در کار. وقتی او میخنبه چقر کندن در کار است جوی را، دنبه زدن در کار است لباشه، نبروی ای طرف او طرف. او هم موبایل قطعی بگذره برود. خلق تای او مونده استود است. امام علی سویتور همه کشه میگه در گیس او نیست. ببینی زور صف پداد میکنه. ملت او ششته برده استود است. خلق خونش چپشیده استود است. اوغل گو مالش او برده استود است. از یک طرف روی میکنه، در دیگر جا خطا را که ما را او زد رفت یاردن بتین التماس. تاجیکستان هم که او پسیدگی است، برای همین سوید نیست. نمیتونیم سوید او پسیدگی است، او نیست. اوی نبودگی ملت شوته رفته استوده است. نکی در گیس امام علی رحمان او نیست که به ملت سوید بوده. دتوا لاخ کدگی است. دتوای ملت لاخ کدگی است که چیزی که فورا میگه، چیزی که فورا میگه همه ملت باور میکنه. میگم که یک دروغگو بوده است، یک دروغ راست کن. او دروغگو امام علی است. تازه عین حال دروغ راست کن مله ها. دروغگو و دروغ راست کن بوده است. بعد دروغگو در لبای معرکه دروغ هم زده است. چی خیلی معقول است. این دروغ راست کن همسایش بوده است. این هم دیگر همسایه گفته هر چی گفته خیم پدشکه کده دروغی را راست کده رفتن میگرفته است.
این دروغو بجای اومده است که یه روز ده مرکه شده است دروغ نیفته است. چی گفتنش نمیدونیست است. گفته است که همین سهر آغل اهوی میکنم گو خند برواردگی قدرت خدا گو پرید گفته است. این دروغ روز کنه خویت کرده است. چی بگو میرم چی خیلی روز کنم این مرده که دروغ شد همه کو گفته است وای نه توغری نیست این چیز نمیشه و یکون گول پریدگی نیست. این گفته است نه نمی سهر گفته است بیسمیلا گوی ما پرید. این دروغ روز کنم بیچاره چی گفتن شنا دونسته است نه گفته است حقیقتا همین سهر قطعی در بامداد تورات کرده است بودم در تای درخت همین قدرت خدا یک سیایی کلام با ما گفتم این چی پرنده بود بولوی سری ما قطعی پرید شاید گوی همین باشه گفته است. خیلی دیگه خلق ده انسان باور میکنه خلق باور کرده است گفته است نجید گوی پرید است. میفهمیم باید بیرم برومده در زماندار تو برای دروغ زمینی بگو این دروغ عثمانی چیکار میکنی واسه عین حال همو امام علی و همو دروغگون همو چهار ملی دیگر دروغ روز کردن به نام ملا و همو چهار کسی دیگر شیطان های در نقاب دین اسلام دروغ روز کردن است. امام علی لبای گپا بگه خلق باور کردیسته لب گپوز امام علی بگه خلق را این کار نمیکنه میگه راست گفتیسته راست میگه. اگر که سلوچه اینا سامنی واتسا کردین مله ها پت کلوچت میشوند سله ها بستگی استعیذ بالله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سر میکنن شیطانی را. یا ملا نیستن اینو استفاده میبرن بسم الله و اعوذ بالله را خاطر اونه که دروغ امام علی را راست کنن و شما در کلمه ها باور کنین که او بیس از نام خدا گپ زده ایستاده است. از نچتی دروغ نمیگه اینجا نام خدا هست نام دیگر رسول هست باید شما باور کنین این نام ها را این کلمه ها را استفاده میبرن بعد سر میکنن. خداوند در ازل گفتگی هست دیگر اینجا دیگه امام علی گناه نداره. هر چیزی که در تقدیر و نصیب هست او را تا نبینی اگر از این دنیا دیگر نمیره باید او تقدیر او نصیبه بگیم که باید بچشی. این آفت طبیعی از جانب الله بود کدامید مقابل الله ایستاده میتونی. بعد یک گروه آدم میگه از پاکایت میشه میگه خیلی جانب الله بوده. هر انسانی که در اینجا شهید شدن اینا به یگان پرسش برای که یارا خدا کشت به یگان پرسش جنت میبره اینو را. این شهیدا 7 پشت خودی دیگر از پشت می اومده 7 پشت دیگر شفاعت میکنه 7 پشتی در مایه دیگه شتگی ایشالله از پشتی از نچه جنت میریم مرد هرچی خوب شید ما خیلی چی هم کنیم ایشالله در قیامت ما را شفاعت میکنه. پدر مادر به یگان سراغ میره و دیگر همون جنت برای که فرزندش مرد و خدا قسم اونا میگه که ای پدر ای مادر از پشت اشتباهی تی نای فرزند مرد تو خیلی ولاست علیش که نای فرزند تو کشتی تو قاتلی فرزند دستی برای آن که لوای آب دنبه میشید که تا که جره آب نمیزد تا که فرزندت نمیمرد تو امروز قاتل فرزند هستی نه او را میگه تو بهشت میره پشتی فرزندت. این پدر در وایدم در جوانی خیلی اشتباه زیاد کرده گیده انشالله خیلی خداوند گناهایی کرده ببخشه خیلی فرزند ما را خیلی جنت میدروارده بوده است. تا آن وقتی که اگر پدر جنت ندرویه فرزند جنت نمیدرویه تاری بوش از نشید ما انشالله که جنت میریم. این دلبایا بوشه جنت خیلی چه فکر داره این پدر یکی همین پدر درک نمیکنه که قاتل فرزند خودش است. همین مادر درک نمیکنه که قاتل فرزند خودش است. برای اون که اونو اگر میخستن دوا میکردن صدا میکردن طلب میکردن میآوردن دنبا را میزدن دایره را توزه میکردن همون قشلاق آونه میزد فرزند او زنده بود. نه نصیبه عمر خدا دادگی تو نه تو دیوانه ای اگر نمی نمیشید کو او سه رونا میمرد نمی آونه میزد کو او سه رونا میمردو تمام خواهو نمیزد و میمرد مایلی قبول کردیم او مرد
اما خونم چپا میشید خود بخود اویلا در کوچه میموند هزارها سوالای دیگر است میشیدی چیز مایلی او مرد اگر او نمی آمد او مرد یکی خونه چپا میشید مولی مرده کمه برد او این مرده قطی زن گلکش در کوچه میموند نه نمیشیدی چیز значит اولین گپیت دروغ برآمده ایستاده است این نمیمرد اگر که مولی را او نمیبرد جانی فرزندی را او نمیبرد نمیمرد اگر که دنبه میشید اگر که او گرفتگی میشید این همی احوال است فهمیدین هموطنان عزیز این همی نمود شما را فن میکنه این همی نمود شما را تو میته این همی نمود شما را لخطران میکنن این همی نمود دروغ میگه این همی نمود اینجاش میبروین از نام خدا بگیم که دروغای یو را راست میکنن کجی کلیچه شما را تسلی میتین شما را آرام میکنن و شما 32 سال میشوه همین بگیم دروغی ایش ده و تسلی دهی نه یک گروه شیطانای دیگر ده شما باور کرده یعنی بگیم شیشته اومده است هزارها میلیونها دلار رسخود کرده امام علی رحمان یک مخالف دزدیده برده ایستاده است یک مخالف کشته ایستاده است یک انسانی که میبروی از اینمی کمبودی حرف میزنه ولی میلیونها دلار دیگه از پشت ما رسخود میکنه که تو که ما را نابود کنه بکشه در یجا نه که همون میلیون دلار بر یک قشلاق را یک جور دنبه بزه یک جانی همین مردم به خطر که ما گپ نمیزنم این نمیگه پا نه مردم به خطر میبود همین برنامه را من نمیکردم سخن نمیزدم گپ نمیزدم دم برا میلیون دلار از خود میکنی مرا میکشی میلیون دلار از خود میکنی او را میکشی میلیون دلار از خود میکنی دیگریش هم میکشی میدزدی میبری خونت زندانش میکنی در تاجیکستان برده اما او طرف دکو با صدها تاجیکی دیگر را بیچاره تاجیکستانی را خونه و فرزند گلک مالش او برده ایستاده است مرده ایستاده است در تایو چی حل شده ایستاده است در اینجا نمیشه میلیون دلار رسخود کنی برای بی خطری قشلاقو جایهایی که هم خیلی اپسنی جایها ما داریم نمیشه همین را چه رسخود کردن کشتن دزدیدن ایمان ده یک آدم هم میوی که یک آدم باید او مافیا باشه او دوست داشته باشن او بتونن برآورده او پولی کم قطعی کار نمیکنن میگن میت یک 5 میلیون دلار ما این کار حل میکنیم تمام 5 میلیون دلار هم میتی که تو کی از سنایف بدزدی بری در تاجیکستان زندان کنی قتل کنی یکی هم 5 میلیون دلار رسخود کنی در بگیم تعمیری همون بی خطری مردم ده شاید من اینمی را گپ نمیزدم اینمی روز خواب بدم یکی امام علی رحمان توجیک دو طرف کشته ایستاده است گبزنش با پول بدزدیدن با تهمت و تروریست خوین گفته کشته ایستاده است گب نزدگیش در دم او مونده ایستاده است او برده ایستاده است گب نزدگیش او کشته ایستاده است گب زدگیش امام علی کشته ایستاده است مهم شما خاموش باشید هر کاری که من در اینجا میکنم من خزاین هستم شما خاموش باشید اینه وطن تاجیکستان با پیش میگه بادام ایو با پیش این احوالی ملت سالانه مردستگی آدم حساب که تلخت میکفه همه جوان همه کودک شرم بود به این ملت که این کلمه تاجیکستان پیش گفته و آغاز کنن شرم به این ملت بود میفهمید اما برای بناموس دیگه چی فرق داره تو نوبت مردنش اومدن قیچی کده گشتن میگیره هزارها زمستان دا اوگرد مرده ایستادن تابستان دا سیل برده بهار دا سیل برده ایستاده است تابستان دا دسترویکا مرده ایستادن غلطیده و نمیدونم بولوش دا چی غلطیده این ملت دیگه همی کروگلی گفت بگیم در زیر خطر است زمستان دا خنکی یا اوگر کمر دا میبرن بهار دا آو میزنه میروشون تابستان دا میروند در یگون جو در یگون سترویکا در یگون جای دیگه یا اوجا میبرن یا گشت آمد خدایی نکنه تیرامو دا با بارشت سرچید با میگیره میروه این ملت خلاص اینمی کروگلی گفت 4 فصل اینمی زندگی همی سالانه ده در 4 فصل ملت در خطر است یک فصل نیست که ملت خطر نداشته باشه یک فصل نیست که این ملت به خطر باشه 4 فصلش
تابستان در درون استرویکا و در درون نمیدونم کار و اینمو بگیم غلطیدن یا غربیا در رفتن نان میکویم گفته کدام میکشه میرود تیرمو در باران ببرا سیل میگیره میرود زمستان در یا اوگاری کمر دا میبره یا خنکی دا میبره یا خنکش میزنه کسل میشه تبریکلوز میشه و غیره میشه اگر از اینکه زنده موند با بهار دا آب میگیره میرود اگر آب زنده موند میرود از ترویکا دست ترویکا می خلاص بگیم نمی پول نیروس نمی زندگی توجیکستانی زندگیش نمی 4 فصل در خطر است 4 فصل زندگی در خطر تصمیم گیرنده خودتون هستین هموطنان ما گفته ایستادیم ما جان دادیم در این راه ما خون دادیم در این راه ما برادرها را دادیم در این راه این گپ میزدگی مردن کشته شدن دزدیده شدن زندان شدن همش نمی کمبودی را گفته و ما هم گفته ایستادیم و ما دیده ایستادیم که چخیل برادرای ما را دزدیده ایستادن چخیل کشته ایستادن چخیل ترمه کرده ایستن یکی باز ما دوام داده ایستادیم نترسیدیم خپ نکردیم نخود شما تصمیم نگیریم برای فرزندتون برای جان فرزندت کی تصمیم میگیره ملا تصمیم میگیره ملا فندت میکنه اونم بنام ملایی که است او فندت میکنه خدا تقدیر نصیب عیب خدا و فتای خدا طبیعی دیگر یگان چی نیست یک سوال بتیم ملا ده که 70 سال وفات طبیعی ده کجا بود خدا نمیخواست 70 سال اینجا را او بزنه میخواست او میومد از این بلند میومد او یکی دنبا زدگی بدن کوبیکا بدن میریختن بیتونو را ورده در لوی دایره میزدن چی گفتنی که 70 سال SSSR پیش خواهش خدا را گرفت نه خدا عقل دادگی است که خطا بی خطر که بی خطر که نکردی گوسپان واری میره در دنیا این جگه عیب خدا نیست این طبیعت است باران برف در منطقه که ما قرار داریم این طبیعت است این خدا برای تر نکشتن این کار نمیکنه این خدا آفریدگی از 1000 ساله ها میشود که همین باران وقتش اومد میباره برف وقتش اومد میباره این طبیعت است طبیعت او خدا ایمینه برای تر کشتن باران نمیاره ایمینه خانه تر ویران کردن در خدا باران نمیاره که تر در تقدیرت نویش من نمیجا بمانم تو پدنالت میمبری گفته نه تو پدنالت اخمقی تو که دنبه نمیزنی میگه سگه برای چی میگیری؟ سگه برای که اونمو یا مول داشته باشی نگاه کنه حولی تا نگاه کنه همون سگ نباشه خونه تدز بزنه از نشید خدا خوست که خونه تدز بزنه ترا خدا عقل ندادی از سگ بگیری در اونجا که حولی تا اخرانیت کنه نه باید ترا میزد خونه تدز باید ترا میزد باور کنیم بسیار سمنویتیل نگاه پو بسیار میزنن او طبیعت تاجیکستان است اینمی بهار شید دوز باران میباره او فرق نداره تو دادم او زندگی میکنی بیره زندگی میکنی اونم تا آوا که بارید جمع میشه و هم حرکت میکنه تمام او را فقط دنبه میزدی او را خدا خاص برای کشتن تاجیک ها باران نمیاره خاص برای کشتن باران نمیاره او باران بود هست میمونه و آینده هم میره این یگان گرم به تقدیر رب نداره این به خودکشی رب داره به خودکشی رب داره که در دم آو میستی فهمیدی نکه و اونم پدرها اونم مادرها اونم انسانایی که هستین فرزنداتون نمیدونم دیگر انسانایی یا خودتون جانتون دادگی هستین خودتون قاتل جان خودتونین فرزنداتون مرده باشه خودتون قاتل فرزندین هیچ وقت شما از پشتی و فرزند به هیچ نمیرین اینا در یادتون بگیرین این 4 بنام ملا شیطان اینو شما را فن میکنن اینو شما را دروغ میگه او طبیعت است از ازل اونمو بارون اونمو وقت اینمی وقت بارون است زمستون برف است تابستون برف آو میشوه اونمو آو میایه با اونمو جو خیلی روغونه چی با میسوزن اگر تقدیر خدا خودش خدا هم تاری گس میکنه همو جاره نه او را میسوزی پیش میگیری جمع میکنی گس میکنی خوی میتیوه توزه میکنی جو برو را یعنی که این خداوند برای تو عقل داده است که بکی کاره خیخته به خطر که
беномус вори хов мерен 10 сол мешава ки придумад кинен я намуди печка ягон намуди аловии дигар хонао гарм шава дигар дуруни хонада алов накинен бари хонада хонача бисозен пеши дар даи тарафда печкара дигар дар дуруни хонача омода кинен ва намедонам ягон намуд дигар турба кинен дуруни хонара ранги атаплени вори вақти печкара ки алова дар доди болои печкада бачок варид кинен ва овқати кинен аму кумра дар ҳамуҷа бидозен чанқа медозен ӯ дар бигира пуст ҳамуҷа боша беринда боша печкача дуруни хонада набоша печка накинен ячи придумад кинен мегум тобистони дроз мезанен хова намедонам ё мерен ягонҷо коркунӣ баъзе дар тоҷикистон касе фикр намекунен 70 сол 100 сол пеш ҳамун печкара 100 сол пеш урус нишон дода буд сохта урус буржавейка меган ура урус када буд 100 сол мешава тоҷик чизе ихтиро накардааст тоҷик коре накардааст 100 сол мефаҳмӣ намера дар 100 сол инсоно чӣ қад техника технология бировардан чӣ қад чизо фикр кардан мо фақат мерем лапотка дар кардан хазайн работаест дуруни дачода мегардем хазайн работаест тамом капад ламат строит хазайн есть работа дуруни дачода гуру тоҷикои намегирами кор хати заниматься мекунад хамега ризқи ҳалол кор кардестам бо нам чор ба ном мулло шайтонҳо бо барои ё фатво метан ки ӯ ҳалол аст меҳнат кардисти та арақ резонда пул гирифтисти ҳалол аст биёр дига зада мигӣ ҳалол аст чӣ чиз бо лави ӯ сум камкам миллода садақа ки агар накунӣ чиз бо дуруст намегирам бо мега ки агар ки солона ки пул кор кардӣ бо закот бите ӯ ғуломӣ ба ӯ миллора закот бите на ки агар бо ӯ ҳалол намешава бо барои ки ӯ пула бо бихӯре ки ҳалол шава ӯ пул барои ҳалол шиданаш байнаи чор шайтон ба ном миллора бо закот бити бояд агар на ти бо ӯ ҳалол намешава ӯ ҳаром мешава ӯ бояд аз ӯ бити ба миллора на ти туғрӣ намегирад битеида чӣ ба наметӣ худовандира гуфтагӣ аст бача и кори простои нест худо гуфтааст ки ту закот битеяд сари молат ӯ намега ки россия рафта бечора мардикорӣ кардам $3000 кор кардааст омода $3000 ту бояд закот битӣ бояд ҳама муҳимаш бояд ту миллода битӣ дуо бигирӣ ту бедуои милла ӯ пулат ҳалол намешава барака намеёвӣ ту аз ӯ пулат ту бояд эшонда пул битӣ бояд бодо чӣ харид телевизор харидӣ бояд дар эшон пул битӣ я дуо бигирӣ мошин харидӣ бояд я тавақнон кунӣ шиками эшона сер кунӣ ки ту мошин харидӣ чӣ ба ту шиками эшона сер намекунӣ миллора сер намекунӣ яъне тоҷикистон нами кругом бегон бизнес ки мебара ки ҳечка парво надорад агар ки худои накуна як кас парво куна мисли маворе ки аз мусибат аз мушкилӣ гап зана ӯ хоини миллат аст ӯ террорист аст ӯ ватанфурӯш аст ӯ аз хориҷ пул мегира аз хориҷ истода ӯ шуморо мехоҳад ватантона вайрон куна ӯ душмани шумо аст ки шуморо бигем ки ҳақиқата мега ӯ душман аст яки ҳақиқатгӯтон дӯстҳои шумо ба ном дӯстҳои шумо душманат президентат аст душманат унамо эшони миллое ки имрӯз қарор доранд аз номи дин шуморо фаҳм мекунад унамо аст унамо раисот душман аст унамо вазирот душман аст душмани аслии шумо мардуми тоҷик унамо система аст системае ки имрӯз пешво мегӯян мерақсен дар пеш унамо инсоно душманотон аст унамо инсоно қотилотон аст 32 сол мешава шуморо кишта омада истодааст ва далчи кишта мерава мефаҳме намера хонату мо дар ватанам ақлат боша худат фикрта ка аз ма гуфтан буд аз ту тасмим гирифтан духт бирасад подписаться ка бира набоша агар канали ҳоҷи мирзода подписаться ка канали шабнамда подписаться ка иш мерақса ҳашта мегира уж аз номи худо тура
غلام میسازه، امام علی باشه در بلوت سوار میشه و به نام پیشوا و اساسگزار صلح و وحدت قطعی نبیره و گل و گلکاش شما را اودیخ میکنه، پلوتون میگیره میگرده، ایش برعکس ایش از نام خدا فانتون میکنه. برای نامودا پت پیشت سکنید هست کانالایی که شما را از غلامی میکشه میبروره، یعنی اینایی کانالای 24 و دیگر بگیم پیام و دیگر هستند. هست کانالایی که شما را غلام میکنه. شما اینجا ویبر دارین، اختیار دارین، با غلام شوی میرین یا که میخواین از غلامی ببروین، این دیگر در اختیارتون است. ما شما را مجبور نمیکنیم در این کار. خواه غلام شیدن برین در حاجی میرزا پت پیشت سکنید، برین در شبنم پت پیشت سکنید، برین اونما شما را خوب خوشرو غلام میکنه. یکیش آرامتون میکنه، دیگرش هم آرام میکنه با رقص بازی، یکی دیگرش به نام خدا و رسول. میفهمید؟ فوراتون برین پت پیشت سکنید. اگر که پرابلم نفوراتون میفوراتون که نخیر پرابلم نباشین، فکر کنین بگیم هشتون کیف نباشه و فند فریب نباشه، حقیقت باشه، در بالای حقیقت فکر کنین، چیکار کردن در کار تصمیم بگیرین، پس نجات بتونین پت پیشت سکنین. خدایا رو مددگارتون. بسیاری باید گفتم دیگر میگن که وقتی که خلق خودش اگر تصمیم نگیره نخواه ای چیزا میره و پیشونمو حاجی میرزا و شبنمی سریا با سلامت باشین. دو خود برسه پت پیشت سش که هموطنم نمیرسد که اختیار داری. کامنت هم فراموش نکی، چی بنویس.